مدیر شعبه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک پاکستان در شهر کاشان پارتی پرزیدنت میگویم شما فرموش باشن جناب آقای اشمون اعضا برجام رئیس پارتی ما رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک پاکستان محترم محمود جان بگنظر سابقه‌دار فوتبال شهری خانواده میشناسم استاد ورزش شهرت جان ابراهیموف سابقه‌دار فوتبال خانواده نام میشناسم من امروز با اقدام رئیس من دیهاتم اکوی اسمالی با دعوت کردم شما که دستگیری با کرده سابقه‌دار فوتبال کتی یک جای یک صحبتی نصب کنیم برای آینده رواج و رونق فوتبال شهری خانواده صحبت‌های نصب کنیم که ما باید دیگه سهم ما سهم که شمایان من از نام خانواده با سربری من مربی ترینرتان رنجام محمدو شما برآمده رفته من شهر جنبه سری باران کتی شاپی کام شاپی فعاله کردم من در هوای زندگی شده این بهترین نتیجه با از این دیگه اما شما سیمانه این اولین برآمد شما اولین برآمد شما بیرون از خانواده برای همین من توسطی آنکه کمیته محله رئیسشان جماعت حکومت شهر فعالای دیه هم مالتان یک جای شده من پدرهای و اکاهای و اکاهای شما که رسیه و هستم دستگیری کرد همش توسط آن پیشتبه ها که امروز من جماعت پتا میقیاس شهر خانواده بهترین طریق حساب شرطی مثلا میدانچه ورزشی فوتبال من شما در بقیه مکتب بسیار باشیم ما دیدیم رفتیم تماشا کردیم اینجا شهرنده نیست من چی بکنیم بپر بسیار نکردم من همین دور که ما داداری ما یه ها پیشتر همین شما خود ایشان فوتبال کردیم مشغول شدگیم فقط فکر و ایشان چی بودگی برای نام خانواده من بازی میکنم از نام خانواده همین فوتبال بالا برآمده دیگه شهرها میرم و شهر ما آبروش میبردم پول بتگینه چیز بتگینه طلب بتگینه هیچی بتگینه فقط برای همین آبروی فوتبال چون که فوتبال را نظم میبینم برای همین امروز من همین مرتبه رسیدم من یه چندین کماندای مشهوری یک خانواده آمده هر کشنم جمهوری و بازکرگی کماندا آورد هم چمپیونات جمهوری و هم چمپیونات جمهوری من همین مرتبه رسیدم امروز من همچون سابقه‌دار فوتبال هم کشم شب و روز برای فوتبال خانواده کار کردم شما نه نکن نه همین نامی خانواده کردی برآمدن سر کردم این آینده دار شما اگر ما اینو خاص کردیم هم دل کردیم من رئیس شهر ما محترم زوزاده همیشه نه من رئیس شهر ما شده بودم برای فوتبال چند میگم که ما امسال باید چمپیوناتی ولایت اقلا دویمجا بریم یا یکم یا دویمجا میبرم که یکم دیگه رئیس شهر همیشه سپورت شده که ما باید هممون اجرا کنیم حالا ممکن یکم سیزن یکم باید ادام بشه یکم باید چمپیونات سنه با دزایم میشه ممکن اقدام شما با چند نفر بچه‌های شما سرگیده با میکنم دویم باید برای همین نکن همین بچه ها درنی بابا درام من فهمیدم بابا درام میتونم زندگی کنم مقصد چی؟ ما شما را همه جهت دستگیری رحمت برای یک آسنامه ما رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک پاکستان در شهر خانواده شرمت برای شما وعده سی دسته فوتبال نورستان درخشان مربی ولیجان محمدو برای اشتراک فعالانه در چمپیونات ولایت صوبانی نورستان تشویق و ترغیب فوتبال و به مناسبت هفته فوتبال بین‌المللی سرفراز گردانده میشوم. رئیس کمیته شهری حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان شرمت فیروزه خان. من همین چیزه مربی میسپارم.
این همش چی میگوید سرشوی فعالیت ما همکاری ما شمایان کردیم بچه ها. من اینچنین از نام مکتب مخصوص فوتبال شهر ما و دسته فوتبال کمپ MMF من مامور جان که شورا جان امروز من تحفه آوردگی اینا من مرحمت این من داشتم بارک شود تبریک شما اینا این خاطر نشان چی گروه بهترین کمانده کم موقع من خلاصه باید توی بادر بود با دستگیری میشه رسینش بود نه باید کس بچه برون تو بنیجا گرفت محمد جون براتر یک تکی گفتن همجا اسکان همجا اسکان آنه بهترین نیست رنگ دامش نه سلامت شیطان. من بار دیگه شما رو تبریک.